بالاخره افشای حقایق و رازهای پشت پرده عروسی غزال نایت برملا شد. غزال نایت چرا لباس سبز و سفید عروس بر تن کرد؟ آیا با واقعیت غزال نایت ازدواج کرده بود؟ این دختر خانم در کجاست؟ مصروف چی کار باری است؟ و رقابت‌های جدید غزال نایت با آریانا سعید ملکه دلها. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت هنرمند خوب افغان، یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح در هنر موسیقی افغانستان، علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این دختر خانم موفق و با استعداد افغان در میان مردم افغانستان، علاقه‌مندانش از مرزهای میلیون نفر گذشته است. نایت کارهای هنر موسیقیش را 1.5 دهه قبل با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا آغاز کرد. در آن زمان ظاهرش را برای علاقه‌مندان و دوستدارانش نشان نمیداد، ولی با سرودن آهنگ‌هایش دوستداران خاص خودش را داشت. غزال نایت بعد از رفتنش به کشور کانادا و سرودن آهنگ‌های دوگانه با قیس الفت چهره‌اش را در ویدیو کلیپ‌هایش ظاهر کرد. این دختر خانم موفق افغان توانسته است اکنون علاقه‌مندان و دوستدارانش از مرزهای افغانستان عبور کرده است. چند روز قبل تصاویر از لباس‌های سفید و سبز عروس را در صفحات مجازی به نشر گذاشت. این همه در حالی است که غزال نایت باری دیگر ازدواج نکرده است، بلکه قسمتی از ثبت آهنگ جدیدش به نام آهسته برو است. غزال نایت اکنون در کشور کانادا است و همیشه در رقابت هنری با آریانا سعید بوده است، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.